خوشم میاد. صبح میشه پا میشم خاک بخورم، ظهر میشه برم خاک بخورم. اومد پیش امام هادی علیه السلام گفت آقا به گناهی مبتلا و معتاد شدم، نمیدونم چی کار کنم. حضرت فرمودن چه گناهی؟ گفت آقا جون من خاک میخورم و کیفم به خاک خوردنه. اصلا وقتی خاک میخورم گفت دنیا رو به هم دادن. صبح میشه پا میشم خاک بخورم، ظهر میشه برم خاک بخورم. خوشم میاد. میدونم آقا جون گناه هم دارد. حضرت فرمودن که بیا جلو ببینم. دست روی سینه این شخص گذاشتن، برداشتن، فرمودن حالا چطور؟ گفت آقا جان تا الان محبوب ترین کار نزد من خاک خوردن بود، ولی الان فکرشو میکنم حالم به هم میخوره. وقتی میگم هر چی میخوایم به او بگیم یعنی هر چی میخوایم، یعنی بگو یا ابن الحسن آقا جون من فلانجا دارم میلنگم، شیطونم داره ازم سواری میگیره، یا ابن الحسن کمکم کنی. آقا لذت گناه ها از دل ما بگیرید، تنفر از گناه ها به ما بچشانید. ببین دیگه فضولی نکنی باشه؟